با درود خدمت شما همراهان و بینندگان گرامی. امروز با دهمین برنامه از سری برنامه‌های پنجره‌ای به سوی قانون در خدمت شما گرامیان هستیم. امروز طبق روال همیشه در خدمت جناب دانیال استخ، دکتر دانیال استخ، دانش آموخته برتر رشته داتیک حقوق، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده، چکام سرا، پژوهنده زبان و ادب پارسی است. پیش از هر چیز پروانه میخوام به جناب استخر خوش آمد بگم. جناب استخر، به برنامه خودتون بسیار خوش آمد. با درود و مهر به پیشگاه شما کدبان نامور آزاد و همه بینندگان و شنوندگان گرامی که این برنامه را میبینند یا خواهند دید. همچنین باید سپاسگزار باشم از بندانم در نهاد پادشاهی و نیز دستاندرکاران در رسانه خوب نهاد آزادی. در بارگاهتون هستم. سپاسگزارم جناب استخر. در هفته ای که گذشت چند تا پرسش مطرح شده و جالب این که ما از حدوداً 10 برنامه ای رو که شروع کردیم در رابطه با قانون صحبت کردیم و این امروز جایی قرار گرفته که ما در مورد قوانین پس از سرنگونی هم داریم صحبت میکنیم و دفترچه‌ای هم در این مورد به انتشار رسیده که البته پادشاهمون رضا شاه دوم نظرخواهی کردند از کسانی رو که در رابطه با این دفترچه از نظر حقوقی، از نظر داتیکی نظری دارن برای بهتر شدن این دفترچه. خب اگر پروانه بدید برگردیم و با اصل 8 شروع کنیم. ما در رابطه با اصل هشتم قبلا صحبت کردیم، آحاد ملت و حقوقشون در دیدگاه قانون، در برابر قانون. میکروفون در اختیار شماست. خواهش میکنم، سپاسگزارم. ببینید، به نگاه این کوچک که سالها در کار داتیک و دادفری کار کردم، پژوهش کردم، بایستی به آگاهی هم میهنان برسانم که خوشبختانه نویسندگان قانون اساسی مشروطه ایران با اینکه فشارهای جانفرسایی بر روی اونها بود که اون سویه و وجهه دینی قانون اساسی رو بسیار بیشتر گسترش بدهند، ولی چالاکی ها و زرنگی های بسیار درخشانی رو هم در قانون نویسی انجام داد. یکی از اون چالاکی ها در همین اصل هشتم قانون اساسی آمده است. این اصل میگوید اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود. نخست این که زنان مردانه نشده است، واژه اهالی مملکت را آورد و همه کسانی که به سن 18 سال و به سن قانونی رسیده اند را در بر میگیرد، فارغ از این که اونها چه نگاهی، چه دینی، چه باوری، چه رویکرد شگردانه و سیاسی داشته باشند. پس همه کسانی که ایرانی به شمار می آیند در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق هست. این به چه معناست؟ بدین معناست که اگرچه قانونگذار می دانسته است که آدم ها هر یکیشون به تنهایی و تک تکشون بی همتا هستن، هیچ کس نمونه خودش رو ندارد، حتی دوقلوهایی که از یک جنین زاده شده اند اونها نیز یکتا و بی همتا هستند. از این روی چه بسا همان گونه که هممون در زندگیمون میبینیم توانایی های آدم های گوناگون، استعدادشون، اندازه هوششون، شکل و ریختشون، چهرهشون، رنگ مویشون، رنگ چشمشون و همه ویژگی های انسانیشون با همدیگه ناهمسانی داره، مانند هم نیستن. یکی ذهنی برتر در رشته مزاحی یا ریاضی داره، یکی ذهنی در رشته کیمیاگری یا شیمیایی داره،
یکی فیزیک یا گیتارشناسی رو خوب میداند، یکی رایانه و کامپیوتر. از این روی آنگذار میدانسته است که آدم ها مانند یکدیگر نیستند و همشون بی همتا هستند، ولی آمده است گفته در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هستند. وگرنه اگر کسی بیاید بی‌پروا بگوید همه انسان ها یکسان و مساوی هستند، سخنی نادرست و نابجا گفت. این گنجایش و این استعداد و این شایانی که در این اصل و برخی دیگر از اصول قانون اساسی مشروطه نهفته است، میتواند سخت‌ترین بن‌بست‌ها و سخت‌ترین گره‌های کور رو بازگشایی کند تا مردم بتوانند این کار رو به خوبی انجام دهند. من امیدوارم که دوستانی که دوستمند هستند، علاقمند هستند، در پیوند با نکته هایی که بار داتیکی و حقوقی دارد سخن کنند، دست کم اون چارچوب های نخستین و اولیه این رشته رو ازش آگاهی داشته باشند تا در پردازش و تفسیر قانون دچار ایرنگ و خطاهای نابخشودنی نشوند که شوربختانه این روزها میبینیم برخی از کسانی که بسیار مبارز هستند، بسیار دوست داشتنی هستند، ایرانگرا هستند، ما هم دوستشون داریم، اونها هم ما رو دوست ندارند، ولی با این همه میگویم که در این عرصه و گستره بکوشید تا آنجایی که میتوانید در این سپهر کمتر سخن بفرمایید و هم جایگاه خودتون هم جایگاه قانون و حقوق رو پاس بدارید تا لغزشی در میان مردم و گمراهی از برداشت سخنان شما به دست مردم نرسد و مردم به بیراهه و گمراهی نرود. این یک نکته است که فروتنانه باید درخواست کرد. ببینید همان گونه که در دانش مزداحی یا ریاضی، دانش گیتارشناسی، دانش کیمیاگری، هر کسی در اون گستره که دانش آموخته است میتواند در اون زمینه نکته ها و دیدگاه های دانشی که خودش رو به دیگران ارزانی کند، رشته داتیک یا حقوق هم به همین گونه است. ولی شوربختانه دیوار این رشته کوتاست، به اندازه کوتاست که آخوند شپشوی دوزاری به خودش پروانه داده در جایگاه داتومندان و داتوبران و حقوقدانان بنشینند و اونگونه کشور ما رو به تباهی و سیاهی و بدبختی کشند. حالا اگر پرسش دیگری در این زمینه ندارید، من میخوام به اون نکته‌ای که فرمودید یک گریزی بزنم و نکته هایی رو در این زمینه به بارگاه دوستان ارزانی کنم. ببینید بزرگواران، گروهی همراه و هم نشسته با پادشاه قانونی ایران هستن، رنج کشیدن، زحمت کشیدن، دفترچه ای رو روی میز گذاشتن. بسیار فرمودن که کارشناسان، نهادها، سازمانها و مردم این دفترچه رو بخوانند و دیدگاه‌های منصفانه و سازنده خودشون رو برای بهتر شدن این روند بازگو کنند. شوربختانه برخی از کسانی که من با برخیشون گفتگو کردم و دفترچه رو نخواندند، از این سو و آن سو شنیدند، بی‌پروا و چشم بسته در صحیح و تایید همه بنمایه ها و مندرجات این دفترچه میپردازند و هرگز سخن دیگری رو هم تاب شنیدن ندارند. ولی من کوچکی که دانش آموخته رشته داتیک هستم، نگاهی که به این دفترچه میکنم یک نگاهی است از دریچه قانون، نه برآمده از خواستم، نه برآمده از آرزوم، نه برآمده از دلم. آنچه که چارچوب‌های داتیکی و حقوقی به من فرمان میدهد، این رو به سنجش گذاشتم. خب گروهی دیگر از اون سو با کینه‌توزی، با آزمندی، با ناجوانمردی، با به زبان آوردن دشنام
ناسزا و بدگویی به نویسندگان این دفترچه. حتی برخی به خودشون این پروانه رو دادن که گستاخی کنن به درگاه شاهنشاه قانونی ایران و سخنان زشت و ناپسندی رو بازگو کنن، که بیگمان میدانم همه ایرانیان میهن پرست دلسوز با چنین کسانی و با چنین شیوه سخن گفتنی که دشنام میگویند بیزاری میجویند و ما هم از اونها بیزاری. هر کسی که میخواهد باشه. ما برای کمک به پادشاه این کار، ما شهروندانی هستیم که تاوان سنگینی برای بودن جمهوری اسلامی داده ایم. همه مردم ایران، حتی مزدوران جمهوری اسلامی که خودشان نمیدانند، تاوان بسیار جانفرسا و بسیار سختی رو در روی کار آمدن و نگاه جمهوری اسلامی دارند. و ما نبایستی این فضایی که شاهنشاه فراهم آوردن که مردم نگاهاشون دیدگاهاشون رو بازگو کنن رو نبایستی آلوده کنیم به دشنام و ناسزا و بدگویی. جناب استخر شوربختانه ارتباط ما با شما کمی قطع شد. امیدوارم که بتونیم دوباره شما رو داشته باشیم. من نمیدونم چرا تصویر شما فریز شد و شما رو نمیشنویم اون چیزی رو که شما دارید برای گفتن. شد. بانوس سخن من بریده شد نه؟ همینطوره بگو. جناب استخر. من نمیدونم من یا نمیدونم تا کجا سخن کردم. اینترنت پرید دیگه، ببخشید. نه. خواهش میکنم جناب استخر. شما داشتید میفرمودید که بنا بر خواست پادشاه قرار شده که به این دفترچه نگاهی انداخته بشه. ما گفتیم با کسانی رو که دشمن، شما فرمودید با کسانی رو که دشنام میدن ما هیچ همسویی نداریم، و شما داشتید میفرمودید که تمام آحاد ملت ضرر کردن از زمانی رو که جمهوری اسلامی حکومت ملا سر کار اومده، حتی کسانی رو که در خدمت این حکومت ننگین بودن. بله، بله. بفرمایید. به هر روی این فضایی که فراهم شده رو بایستی ما ارج بگذاریم، قدر بدانیم و کاری کنیم که بهره بیشتری به مردم ایران، به فرزندان آینده ایران، به نوادگانمون و به کشورمون برسد. حالا برخی از دوستان هم شوربختانه در پرتو حالا دشمنی، برخی در پرتو پادشاهی خواهی کارهایی میکنن که شایسته هیچ خردمندی نیست و هیچ خردی و عقلی اون رو پروانه نمیدن. ما با اونها کاری نداریم. در این دفترچه در برگه یا صفحه 14 که روند حقوقی اون رو به گفتگو گذاشته و ساختار حقوقی رو پیشنهاد کرده و از واژه گذار بهره برداری کرد. دوستان بزرگوار، گذار در جهان هستی سر ایستادن ندارد. زندگی چه کسی ایستاده است؟ مگر ما جهانی داریم که ایستا باشد؟ ما در جهان گذار زندگی میکنیم. هیچ کس با هیچ توانی نمیتواند به یک ساعت، به یک روز پیش از این که بوده است بازگردد. خب این نخستین
چالش داتیکی است که بر این نمایه بند 4 در صفحه 14 بایستی بهسازی بشود که آقا ما گذار نداریم که اگر جهان به نام جهان گذار داریم باید یه جهانی ایستا هم داشته باشیم. اون جهان کجاست؟ چنین چیزی اصلا هرگز فرتاش و وجود بیرونی و خارجی نداره. پس گذار ما نداریم. می توانستند به جای گذار واژگان زیباتری به کار ببرند. زیرا تا زمانی که جمهوری اسلامی هست که هست، ما هنوز از روش نگذشتیم، هنگامی که جمهوری اسلامی سرنگون بشود که دیگر ما بنبسته و چالش جمهوری اسلامی رو که نداریم، چالش های دیگری داریم برای بازآفرینی. به همین روی با واژه بازگشت به دوران درخشان پهلوی که بسیار اون رو شوربختان پیراهن عثمان کردن و میگویند که آقا مگه میشه ما برگردیم به روزگار شاهنشاهیان؟ بله، سخن شما درست است، امکان برگشت نیست. نه به اون روزها، به یک روز، به یک سال، به یک ماه گذشته هم امکان برگشت نیست. ما این دوره رو هستیم به جای بازگشت به دوران پادشاهی بنامیم دوران بازآفرینی روزگار پهلوی. ما اونو بازآفرینی کنیم، نه اینکه بخوایم برگردیم. خب به هر کسی بگی میخوای برگردیم بهت میخندن، میگن شدنی کار محال رو چجور میخوای انجام. از این روی که در این ساختار شوربختانه یک پدسویی ها و تناقضاتی هست که نه دانش داتیک، نه گستری قانون و حقوق اون رو برمیتابد، نه خرد پویا و عقل سلیم اون رو میتونه بپذیره. که من به برخی از اونها یک تلنگری میزنم، اگر شما پرسشی دارید بفرمایید تا اون تلنگر رو بزنم. تمنا میکنم. چیزی رو که الان شما بهش، نکته‌ای که بهش اشاره کردید، پویایی زندگی است. اگر پویایی زندگی مطرح هستش، اگر باور داریم که زندگی در حال حرکته، ویژگی یک قانون درست هم باید در پویایی اون باشه، نه بازگشت به چیزی. در خدمت هست. خواهش میکنم. ببینید در بخشی از این دفترچه آمده است، به ویژه در صفحه 14 که بند 4 در پیوند با روند و ساختار حقوقی گذار جمهوری اسلامی است که رشته کاربردی و تخصصی این کوچکم هست. 3 گزینه رو نخست نامگذاری کردن و آمدن دربارش یک روشنگری و توضیح هم دادن. گزینه بازگردانی، گزینه حفظ و گزینه ترکیبی. اینها رو نخست توضیح دادن. پس از اون عدم پذیرش و ناپسند بودن گزینه بازگردانی و گزینه حفظ رو ناپسند و نادرست شمردن و گزینه ترکیبی رو شایسته اجرا و این ساختار حقوقی دانستن. خب بازگردانی گفتم که شدنی نیست، محاله. پس این واژه باید درست بشه، بازآفرینی قوانین دولت شاهنشاهی ایران در روزگار محمد رضا شاه پهلوی. گزینه بازگردانیشون اینه. گزینه حفظشون اینه که میگن قانون جمهوری، همه قوانین جمهوری اسلامی رو حفظ کنیم، پس از استقرار دولت نوین اون رو در مجلس شورای ملی که حالا نام نوینی هم بر اون گذاشتن به نام مهستان، در اونجا در مجلس منتخب این قوانین اصلاح بشه. و روش ترکیبی این است که در این روش ترکیبی بیاییم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو هم روز اول لغو کنیم و قوانین عادی که نماد جمهوری اسلامی هستند یا مانع انجام اقدامات ضروری
سامانه گذار میشوند رو لغو کنیم. و پرسش این است، 3 معیار برای این آوردن که چرا گزینه ترکیبی رو ما انتخاب کردیم. نخستین گزینهشون این است، برای توجیه اینکه روش ترکیبی بهترین روش ما هست و ما اون رو پیشنهاد دادیم به مردم، 3 گزینه آوردن: امکان پذیری، تداوم و ثبات آفرینی و امید بخشی. خب امکان پذیریش که این پرسش در ذهن هر خواننده‌ای، حالا حقوقدانم نیاز نیست باشه، پدید خواهد آمد که اولا امکان و امتناع رو باید ما خوب بشناسیم. امکان انجام هر اقدامی است که میتوان در عالم هستی اون رو به کار بست و امتناع اون کاری است که ما هرگز نمیتوانیم اون رو انجام بدهیم. این امکان و امتناع این است. خب گفته که قوانین روزگار شاهنشاه آریامر امکان اجرایی ندارد. من پرسشم این است، این قانون در 53 سال دولت شاهنشاهی رضاشاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی امکان اجرایی داشته است و اجرا شده است. پس این گزینه‌تون برای امکان ناپذیری برای قوانین روزگار شاهنشاه آریامر نادرست. عدم امکان قوانین حفظ قوانین جمهوری اسلامی هم گفتن چون نمیشه، امکان نداره اجراش کنیم، ما این قانون رو هم، این روش رو هم و این گزینه رو هم رد میکنیم. خود جمهوری اسلامی هم که 47 ساله، حالا اینا رو من قوانین نمیدونم، البته احکام الله رو 47 ساله داره اجرا میکنه. مگه فرزندان ما رو نبردن رو جرثقیل؟ مگر دست، انگشت، پا قطع نکردن؟ مگه چشم در نیوردن؟ مگر بانوان رو تازیانه نزدن؟ مگر نگفتن بانوان چونان دیوانگان هستند، عقل ندارن و خونبه هاشون کمتر از، ببخشید، بیضه سمت چپ آقایان است؟ در ارث چنین و چنانند. در شهادت اگر هزاران بانو بیایند یک چیز رو در پیوند با زنا، رابطه جنسی میان یک مرد و یک زن، اگر هزاران بانو بیایند شهادت بدهند، شهادت اونها پذیرفته نیست، مگر اینکه 2 مرد به همراه 4 بانو بیان شهادت بدن. خب این امکان اجرا پس پیدا کرده. پس این وصف امکان ناپذیری که برای این 2 من پیش بینی کردید، هم درباره قوانین درخشان روزگار پهلوی، هم درباره احکام الله و قوانین ننگین جمهوری اسلامی امکان اجرا پیدا کرده است و مردم اون رو با گوشت و پوست و استخوانشون لمس کردن. گزینه دیگری که آوردن گزینه تداوم و ثبات آفرینی، که این گزینه بازگشت به البته به گفته من بازآفرینی قوانین دولت شاهنشاهی ثبات و تداوم نمیده. دوستان بزرگوار، اینو مردم با تاریخی که بیگمان جوانان بیشتر خوندن، با اون فکت ها و داده های تاریخی سده کنونی ما، این رو به خوبی در میابند که یک کارگری که در یک کارخانه کار میکند میتواند دارای خانه‌ای باشد آبرومند، دارای درآمدی باشد آبرومند و بسنده، دارای یک آرامشی باشد که آموزش فرزندش، که بهداشت فرزندش، که خوراک و تغذیه فرزندش دچار بحران نمی شود و نشده بود. ما این تداوم می بینیم که در روزگار پهلوی بزرگ داشته ایم، اما ثبات آفرینی در جمهوری اسلامی شما نمی بینید. شهرام جان، برای همه سران دستگاه ها، نیروهای امنیتی اطلاعاتی، دادرسان و قضات، دادیاران، بازپرسان، دادرسان و هر کسی که با جمهوری اسلامی کار میکنه، یک پرونده امنیتی براش درست کردن که حالا یا اخلاقیه یا مالیه یا یه چیز دیگه هست یا امنیتیه.
اینو گذاشتن تو آب نمک که به این قاضی و دادرس اگر بگن به ایست، ایشون از ترسش باید بخوابه، نه تنها بیستد. خب جمهوری اسلامی 47 ساله آمده از جز وحشت، جز پراکندگی، جز آشفتگی بهره دیگری نبرده است. پس این بند دو، یعنی تداوم و ثبات آفرینی، در پیوند با جمهوری اسلامی مصداق داره، ولی در پیوند با قوانین دولت شاهنشاهی فکت های تاریخی دارن اینو میگن، رخدادهایی که در کشور ما بوده و همه میدانن، آگاه هستن. در جمهوری اسلامی آشفتگی بوده است، همه هم دارن میبینن. اما به زبان میگویید نزدیک به 5 تا 8 تا 10 میلیون، من نمیدونم، من میگم 1 میلیون ایرانی آواره در سرتاسر جهان داشته باشه. ایرانیانی که نمیتونن برن پدر بیمارشون، مادر بیمارشون، خواهر بیمارشون، نزدیکان و بستگانشون رو ببینن، که اگر برون دستگیر میشوند و میشوند جاسوس کاگبه و جاسوس موساد و جاسوس سیاه و جاهای دیگه. بند بعدیش برای گزینش و برتری دادن به روش ترکیبی، حالا روش ترکیبی چی میگه عرض خواهم کرد، این است که امید بخشی میکنن. روش ترکیبی میگه چی؟ میگه که ما قوانین عادی رو نگه داریم، قانون اساسی رو لغو کنیم، اونهایی که نماد جمهوری اسلامی نیستن یا مانع نیستن رو نگه داریم. خب شما که گفتید امکان نداره اون بالا، شما که گفتید قوانین جمهوری اسلامی ثبات آفرین نیست، چرا بخشش ثبات آفرین شده؟ این تعارض و تناقض هست دیگه. اگر یه چیزی ثبات نمی آفریند، چرا بخشش، کلیت یک چیز، وجود یک چیز تداوم و ثبات نمی آفریند؟ چرا یه بخشش ثبات می آفریند؟ آخه نمیشه که یک چیزی کلیتش و همیتش تباه و فاسد باشد ولی بخشی از اون رو بگیم فاسد نباشد. در پیوند با امید بخشی هم همینه. از سوی میگه گزینه حفظ قوانین جمهوری اسلامی و بازگردانی به قوانین دولت شاهنشاهی امید بخش نیست، از سوی دیگه بخشش رو آوردی. این تناقض عقلیه. آیا فراموش کرده اید که همه قوانین جمهوری اسلامی، من بخونم متن قانون اساسی جمهوری اسلامی رو، من احکام الله می‌خواستم رو، به همین اشاره کنم، چون شما هفته پیش هم به همین اشاره کردید که قوانین جمهوری اسلامی یا حکومت ملایان باید پیرو وضعیت خاصی باشه. اگر قوانین اساسی یک کشور فقط دنبال یه همچی چیزی میره که در رابطه با مسئله الله و نمیدونم احکام الله باشه، چطور میشه چیزی رو ازش جدا کرد و بهسازی کرد؟ اصل چهارم احکام الله قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، نام میبره ها، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، حالا دیگه نفسش کم اومده دنبالش هم آورده و غیر اینها. یعنی هر قانون، هر بخشنامه، هر آیین‌نامه، هر چیزی که از سقوطی آخوند و جمهوری اسلامی میاد بیرون باید بر اساس موازین اسلامی باشد. خب مگه در جمهوری اسلامی شما میتونید یه قانونی پیدا کنید که مشمول این اصل نشده باشد، که بر اساس موازین اسلام نباشد؟ چگونه این کارو کردی؟ خب این پرسش رو بایستی پاسخ گفت. در دنباله اصل جمهوری اسلامی میگه این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. یعنی هر جا من اینجا ذکر نکردم مشمول و در دایره شمول این اصل قرار میگیره. بدین معنی که شما نمیتونید، نه در عالم ذهن نه در عالم واقع و بیرون، نمیتونید یه قانونی پیدا کنید در جمهوری اسلامی که تأثیر گرفته از اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی یا همون احکام الله نباشه. اما مردم دارن
سالها دارن رنج میکشن از قوانین جمهوری اسلامی تو همه زمینه ها. آقا برای گرفتن پروانه تاکسی رانی، نمیگم مدیر کل شده، برای گرفتن پروانه یک بقالی، یک چقالی، لبنیاتی، شاید باید بری جمهوری اسلامی پروانه بهت بده. پروانهش هم بر اساس مقررات اسلامی باید باشه. قانون وکلا که یک نهاد مردمی بوده است، امروز در چنگال جمهوری اسلامیه. دادگاه عالی انتظامی قضات رو گذاشتن رو سر قانونهای وکلا، قانونی که نه از دولت هزینه‌ای دریافت میکنه، نه از بودجه در بودجه سهمی داره، نه در برنامه‌های 5 ساله و 10 ساله‌ای که نوشتن هیچ نقشی نداره برای گرفتن پروانه، برای عضویت در هیئت مدیره، برای هر کار دیگر. اگر دادگاه انتظامی قضات که قضات جمهوری اسلامی، قضات خامنه‌ای، از اونجا بگن نه نه، این شدنی نیست که مردم از این گریزانن. افزون بر اینها، آنچه که شایسته گفتگوست این است که شوربختانه توجه و دقت نمی‌فرمایند دوستان بزرگوار که امروز ما گرفتار یک چالش و بنبست بزرگی شده ایم که بخواهیم بخشی از قوانین جمهوری اسلامی، حالا برخی آمدن نمونه آوردن میگن نمونهش این است که در تجارت الکترونیک ما در زمان شاهنشاه آریامر تجارت الکترونیک نداشتیم، قوانین اینجا. آقا اینا تابع قوانین اسلامه، اینا باید بر اساس اسلام باشه. چرا FATF که یک امر ضروری برای داد و ستدهای میان کشوری است و بسیار نیاز هست برای همه کشورها، سالهاست که تصویب نمیشه؟ چرا بازنشستگان بیچاره سالها تو خیابونن که صداشون نمیشنوه؟ این است که از نگاه منطق حقوقی، قانونگذاری که در نشست پیشین به بارگاهتون ارزانی کردم، تنها حق ملت است و حق شاهنشاه ایران است که باز این حق رو هم مردم به او دادن، مردم به او تفویض کردن. هیچ گروهی با هر اکثریت، هر اقلیت، هر باور، هر نگاه، ایرانی یا ان ایرانی، حق وضع قانون برای مردم ایران را ندارد. این حق لایزاله، بایستی صاحب حق اون رو تفویض کنند، اختیارش رو به دیگران بدن. و این است که شوربختانه به این درنگ نمی شود که فردا چه خواهد شد. مگه یادمون رفته خمینی گجسته در 22 دی ماه 57 از فرانسه، توی فرانسه بود، از فرانسه دستور تشکیل شورای انقلاب اسلامی رو داد. توی فرانسه، کشور دولت شاهنشاهی داشت توش کار میکرد، مستقر بود، سر جاش بود و هنوز شاهنشاه هم در ایران بودن. دستور تشکیل شورای انقلاب داده شد. یک هفته پیش از روز شوم 22 بهمن، یعنی 15 بهمن 1357، ایشون دستور تشکیل دولت موقت داده، دولت در دولت. اما کجا هستیم؟ آیا اعتبار بخشیدن به بخشی از قوانین عادی جمهوری اسلامی، پایمال کردن خون هزاران جاویدنام از آغاز تا امروز نیست؟ بعد از نگاه حقوقی میخوام یک مطلبی رو بگم. شهرام جان اگر پرسشی دارید بفرمایید، بعد من این مطلب بگم. تمنا میکنم، خواهش میکنم ادامه بدید، بفرمایید. ببینید،
واژگان حقوقی بار حقوقی دارن. ما برای انجام یک امر دادگری یا قضایی برخی از رویدادها، پرونده ها، مشکلات، دعاوی رو با اراده اعلامی رأی صادر میکنیم. نه ما، همه جهان اینجوریه. یعنی در برخی از پرونده ها بایستی اراده اعلامی باشد، ولی در برخی از پرونده ها باید اراده انشایی باشد. یعنی چی؟ اراده انشایی یعنی فرمان و دستور به انجامش هست و هیچ راه دیگری ندارد. ولی اراده اعلامی اراده است که تنها بازگو میکنه. جمهوری اسلامی که از روز آغاز مشروعیت و روامندی نداشته است، از روز اول تباه و باطل بوده است. جمهوری اسلامی رو نباید لغو کرد قوانینشو، چون نیاز به اراده انشایی داره، نیاز به دادرسی و قضاوت کردن داره. جمهوری اسلامی رو باید اعلام بطلان کرد. چرا؟ چون وقتی شما اعلام بطلان میکنید، جمهوری اسلامی و نهادهاش و بازوهاش و قوانینش و هر چیزی که با خودش آورده از همون روز نخست فاقد اعتبار می شود و مشروعیت می شود و هیچ اثری از خودش به جا نمیگذاره. با این ما می توانیم قراردادهای ننگین جمهوری اسلامی که با برخی از کشورها بسته شده پنهانی، با گروه های نیابتی بسته شده، اینها رو از همون روز نخستش باطل کنیم که فردا گریبان ایران و ایرانی گرفته نشود. حقوقدان گرامی، لغو قوانین، برخی از قوانین جمهوری اسلامی نیاز به قضاوت کردن دارد، چون یک امری است که نیازمند اراده انشایی است، نه اراده اعلامی. خب این برای مردمی که آگاهی بر دانش حقوقی ندارن شاید سخت باشه دریافتش، ولی بیگمانم که همه حقوقدانان سراسر جهان این رو به خوبی در میابند که لغو کردن نیازمند اراده انشایی است و هر چیزی که نیازمند اراده انشایی باشد بایستی به دادرسی و قضاوت کشیده شود و سپس القا شود. میخوام بگم بین بطلان و ابطال در عالم حقوق یک فاصله بسیار بزرگی است. وقتی شما چیزی رو لغو یا ابطال میکنید، یعنی از روزی که ابطال انجام شد آثارش بریده میشه، قطع میشه. ولی وقتی که اعلام بطلان میکنید، یعنی از همون روز نخستی که آمده است آثارش بریده میشود. این سخت نیست برای دانستنش برای حقوقدانان و بیگمان مردم هوشیار ایران هم این رو به خوبی میدانند و میتوانند بفهمند. ما جمهوری اسلامی رو اعلام بطلانش میکنیم، نه اینکه به دنبال ابطال اون باشیم. اعلام بطلان رو مردم هم میتوانند انجام دهند که انجام دادن، یعنی آشکار کردن تباهی و فساد و بیهودگی یک کار، یک نهاد، یک سازه، یک عمل حقوقی. اعلام کردن مردم بارها اینو. دینی ها و مذهبی ها این کارو کردن. ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. اعلام بطلانه. خب نگاه زاینده، نگاه شکوفای مردم رو که نمیتوان کنار گذاشت. نگاه های دیگری هم هست، نمیگم نیست. اون نگاه ها به اندازه کمن که نمیتوان بهشون اعتنا کرد. من یه نمونه بگم که روشن بشه، این دوستان خیال نکنن که مردم ایران اونها رو نمیبینن یا ما رو نمیبینن. خیر، این گونه نیست. ببینید
اختلاف هنگامی که موضوع یک گفتمان برای مردم یک کشور به میان می آید باید معنادار باشد. اگر 3% یک گروه، یک انجمن، یک جمعیتی از یک کشور 5%، 10% با یک کاری مخالفت بورزند، این 10 به 90 رو اختلاف نمیگویند. این اختلاف نیست. اختلاف مال زمانی است که نگاه گروه های گوناگون با همدیگه معنادار باشد، 45-55 باشد نسبتش، 46-54 باشد، 47-53 باشد، 48-52 باشد، 49-51% باشد، یا 50-50 باشد. شما نمیتونید برید جایی رو پیدا کنید، حتی اونهایی که دشمنی کرده و میکنن با خاندان ایرانساز پهلوی، آمارهایی که دادن، خود جمهوری اسلامی رو میگم نه نیروهایی که بیرون نشستن کف میزنن هورا میکشن هر جو دلشون خواست آمارسازی میکنن، خودشون میدونن که این درصد هواداری و طرفداری و بازآفرینی دوران شکوهمند پهلوی بالای 75%. این است که شوربختانه درنگ نشده است. ما نمیخوایم که فردا مردم رو، نمیخواد شاهنشاه ما به اندازه آزادمنش و بزرگوار هستند و رفتارشون شاهانه و شاهنگانه است که در پی گول زدن و فریب مردم نیست. مگه خمینی میخواد برگرده به ایران که هرچی شد امروز مردم اینو میخوان اینو بگو؟ ایشون شاهنشاه ایران هستن. ایشون به دنبال رسیدن به یک جایگاه با هر بها و قیمتی نیستن که حالا بیایم مردم رو به سخن نادرست و ناراست بگیم تنها ما کارمون پیش بره. کارها رو در پرتو خواست مردم و نگاه و نظر مردم هستن. این رو همه میدانن. چرا ما از این بهره نمیبریم؟ چرا به برخی بر میخورد؟ نباید به کسی بر بخوره. که کسی سخنی دارد بگوید. حالا در تایید اون کسانی آمدن سخن کردن و سخنانشون رو گفتن، ولی شوربختانه در این سو یا برخی بیم اون رو دارن که بدنام بشن. گفتم که ما با اون بددهنان و دشنامگویان و ناسزاگویان هیچ پیوندی نداشته، نخواهیم داشت. بیم دارن که بازگو کنن. حالا برخی دیگه شوربختانه از تو قطیشون یه چیزایی هم در میاد که یه باره میبینیم از قانون اساسی سازه جمهوری و حکومت جمهوری هم میتونن در بیارن. آقا این از کجاشون در میاره من نمیدونم. قانون اساسی رو با یک کار روزمره باری به هر سوی و باری به هر جهت نباید یکی بدانیم. بایستی بر پایه چارچوب‌های خرد، چارچوب‌های آناگویی و منطق، چارچوب‌ها و منطق حقوقی پیگیری بکنیم تا بتوانیم با کمترین آسیب و کمترین هزینه به بیشترین بازدهی برسیم. من سخنم به درازا کشید، پوزش میخوام. تمنا میکنم جناب استخر، چون در این رابطه صحبت کردیم چیزی که بسیار مهم بود و در این دفترچه باید دوباره به باور من و به باور بسیاری از دوستان بازبینی بشه. فرماندهی کل قوای کشور بود که باید دست چه کسی باشه؟ طبق قوانینی رو که ما داشتیم باید دست پادشاه باشه، نه گروهی رو که اعلام میکنند به صورت موقت
میدونید قدرت رو در دست گرفتن. این گروهی رو که به صورت موقت چیزی رو در دست بگیرن، بدون شک فردا جوابگوی اشتباهاتی رو که بخواد باشه یا هر مسئله رو که پیش بیاد نخواهند بود. این برای من یه پرسشه و پرسشی بوده که اتفاقا از طریق یکی از بینندگان ما مطرح شده. آیا این فرماندهی کل قوا، آیا تصمیمات کی رو که روی فردای ایران تأثیر بسزا خواهد داشت؟ آیا باید به دست کسانی سپرده بشه که از طرف ملت هنوز برگزیده نشدن؟ بله، سپاسگزارم. پرسشی بسیار بجا و شایسته است. ببینید، هیچ خردمندی شهرام جان، هیچ آدم دانایی، هیچ مارگزیده‌ای هرگز پایگاه، سنگر و دژش رو رها نمیکنه و بیاید در دشت بخواد با دشمن بجنگه. تار و مار میشه. ما یک پناهگاه، یک جایگاه، یک دژ، یک سنگر داریم. اون سنگر برآمده از رأی و خواست مردم است. بله، بتونی نیست سنگرمون. بله، سنگرمون نقاشی هم نشده. بله، سنگرمون سقف هم نداره. قانون اساسی مشروطه سنگر ماست. میدانیم که بایستی دیوارهای این سنگر بتونی باشد. میدانیم که بالای این سنگر باید پوشش هم داشته باشیم که تا از گزند باران و برف و آفتاب در ایمنی باشد. میدانیم کاستی داره، ولی با همه این کاستی ها مردم ایران سنگرشون رو رها نخواهند کرد برن توی دشت و به دنبال پناه گرفتن پشت بودا باشن. تارمار خواهند شد. ما سنگر داریم، کاستی داره، نیاز به بهسازی داره، باید تعمیر بشود. ولی این سنگر به ما یک امکانی میدهد، به ما یک توانایی میدهد که بتوانیم با ثبات و تداوم، با امیدی که در اون هست و با همه زیبایی هایی که در اون هست و امکانی که در اون هست، بتوانیم بر این سختی هایی که برای ما پسا سرنگونی فراهم شده است چیره بشویم. شوخی بردار نیست. روی کرده 99% نه مردم ایران ها، روی کرده 99% از پادشاهی خواهان به شاهنشاه رضا شاه دوم برآمده از قانون اساسی، برآمده از کارنامه درخشان رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی و شهبانوفره پهلوی نایب السلطنه قانونی ایران است. مردم آرزوی بازآفرینی اون روزگار رو دارن. 99%شون. همه هم میدونن. باز میگم 99% همه مردم ایران رو نمیگم دوستانا. 99% اونهایی که خواهان بازگشت خاندان ایرانساز پهلوی به ایران هستن بر این پایه بوده و خود رفتار شاهانه رضا شاه دوم پهلوی هم این رو بارها و بارها استوارتر و محکمتر میکنه. رفتار بزرگوارانه، شاهانه، دموکراسی خانه و همه چیزهایی که امروز در جهان نوین ازش سخن میکنه. در اون سامانه مگه ما دولت‌های چپ و چوله نداشتیم؟ ما دولتی داشتیم که نخست وزیرش میگفت نفت ایران برای همه مسلمانان جان است. ما دولت‌های گوناگون با رویکرد گوناگون داریم. اگر یک گروه از ایرانیان برای نمونه سوسیالیست، لیبرالیسم، هر کسی
فردا آمدن گفتن ما یه برنامه داریم که میتوانیم در سامانه پادشاهی رفاه بیشتر به مردم بدیم، ما میتوانیم آرامش بیشتر فراهم کنیم، ما میتوانیم گسترش بدهیم دانش رو، آبروی ایران و ایران رو به جا بیاریم. کی با اون ستیز خواهد کرد؟ هیچ کس. هیچ کس با اون ستیز نخواهد کرد. این سامانه چون نگاهبان کیان ملی ایران است، چون نگاهبان شرف ایرانی است، چون نگاهبان آموزش همگانی، بهداشت همگانی، رفاه همگانی، آبروی همگانی هست، باید بماند. فرض کنید مردم نخواهند، در فردایی که شاهنشاه پروانه فرمودند که به رأی بگذارند، فرض کنید چنین بخواهند که پادشاهی نباشد، باز مردم این کار رو کردن، رأی مردم این رو ایجاب کرد. ما اکنون رأی مردم داریم، یا باید جمهوری اسلامی رو آقا بپذیرید، بگید اعتبار داره، خوب کرده اومده سر کار، به خواست مردم بوده، هیچ کارش هم غیر قانونی و نامشروع نبوده، و حالا یه اشتباهاتی هم کرده، والا ببخشیدش، گناه داره، تفلکی اشتباه کرده، برخی از جوانان رو چشماشون رو کور کرده. این گونه نیست که اصلا آمدن برای ویرانی ایران. جمهوری اسلامی برای ایران نیامده به ایران. اگه اون مرتیکه نانجیب نگفت من هیچ کسی به ایران ندارم؟ مگه بعدش نگفت این غنیمت اسلام است؟ مردم دارن آقا رستاخیز میکنن که نه تنها دولت شاهنشاهی پهلوی رو بازآفرینی کنن، که زنگارها و نکبت‌هایی که به نام دین در چند صده بر ما آوار شده است رو از ریشه در بیارن. مردم به دنبال اینن. تنها خاصی شما من که در زندان هست به دنبال بازیابی و بازآفرینی هویت ایرانیشون هستن. چگونه ما چشم بر هم بگذاریم و این رو نبینیم؟ و در پیشنهادی که میکنیم، پیشنهاد است، ولی هر نامی که بر روی این دفترچه گذاشته شود، پیشنهاد، سند، برنوشته، هر چیزی، موقت، گذرا، چون باید و نباید توش هست، نقش و اثر قانون رو دارد و این شأن مردم ایران و شاهنشاه ایران رضا شاه دوم است و دیگر هیچ. سپاسگزارم جناب استخما، تقریبا به آخر برنامه رسیدیم. فقط این رو مطرح میکنم برای برنامه بعدی، و دلیلی رو که میخوام این مسئله رو مطرح بکنم فقط و فقط به خاطر اینه. در وقتی که در مورد گزینه صحبت میکنن میگن دو گزینه هست: پادشاهی یا جمهوری. پادشاهی رو که ما صحبت میکنیم پادشاهی ایرانیه، چیزی رو که در تمدن و فرهنگ ما جاش کاملا مشخصه. ولی وقتی رو که از جمهوری صحبت میکنید، نوع جمهوری کاملا مشخص نیست. بله. جمهوری میتونه اسلامی باشه، میتونه خلقی باشه، میتونه دموکراتیک باشه، میتونه هزار گونه. ما جمهوری داریم. کسانی رو که ادعا بله. جمهوری دارن چه جمهوری رو پیشنهاد میکنن که امروز مردم رو همونطوری که شما گفتید بخوان به بیابانی ببرن که پشت بوته ها سنگر بگیرن؟ این شوخی بردار نیست. اون کسی رو که در رابطه با جمهوری صحبت میکنه باید بگه چه جمهوری در ذهنش هست. جمهوری اسلامی هم ادعای جمهوری بودن میکنه. غیر از بله. هست، جمهوری هم هست. پس مسئله ما فقط یک جمهوری از نوع یک حکومت نیست. ولی در مورد پادشاهی که صحبت میکنیم، ما در مورد پادشاهی ایرانی و فرهنگی ایرانی و تاریخی ایرانی دقیقا. صحبت. دقیقا.
به هر حال سخن نمیخوام به درازا بکشه. من فقط این رو خواستم، این بذر رو بگذاریم برای دوستان که بله. فکر کنن که آیا اون چیزی رو که پیشنهاد میکنن چه چیزی خواهد بود، و بیان بیرون مستقیم به مردم بگن اون چیزی رو که فردا به عنوان جمهوری میخوان به رأی بگذارن چه نوع جمهوری هستش. ما میدونیم پادشاهی بله. جمهوری اونا از چگونه ایه. به هر طریق دقیقا. سپاسگزارم جناب استخ. سپاس. من متاسفم که باز دوباره زمان ما به پایان رسید، ولی من مطمئنم که این گفتگوها ادامه خواهد داشت و نیاز به ادامه این گفتگوها هست. به هر طریق از شما سپاسگزارم، از خواهش میکنم. بینندگانمون بسیار سپاس دارم، از نهاد آزادی که به ما این پروانه رو میده که این برنامه رو داشته باشیم، از همبندانمون در نهاد پادشاهی، خاصه از شما جناب استخر استاد خواهش گرامی. سپاس از شما. خداوند بزرگ خواهش ایران میکنم. زمین نگاهبانتان باد. خدا نگهدار. آینده ایران جاوید شاه. آینده ایران جاوید شاه.